خیلی عالی بشه. من گنگ بازی هستم و خوش اومدید به این ویدیو. بچه من میخوام بهتون یاد بدم که چجوری این اکانت اکتیویژن خودتون رو، اکانت کال آف دیوتی خودتون رو روی اکتیویژن سیو کنید. بعضی اینو بلد نیستن ولی برای بعضی که بلد نیستن میخوام یاد بدم. ببینید من میام توی تنظیمات، اینجا تنظیمات دیگه. ببینید اون بالا سمت راست هم چیزی نوشته دیفالت ساپورت اینا، یه علامت اکتیویژن اون بالا هست که شبیه ازش ستونیه چیه اون بالا هست و یه چیز نوشته لینک تو سوشیال اکانت. ببینید برای اونه که اکانتشون سیو نیست اون علامت رو نوشته بعد گروپانیه چیه این نمیاد که علامت اکتیویژن هست براشون اون نمیاد، فقط براشون تا علامت زرده و چون رو کاری نداره. از سمت چپ این پایین گزینه پایین میزنیم که استیمون هست و پایین سمت راست که نوشته وایل نفسه تو گفته وایل، اینجا نوشته بغلش لوگو که آیدی هر کسی هست که کال آف داره و آیدیشه دیگه. لوگو رو میزنیم بعد میزنیم اوکی. بچه الان از اکانتتون کاملا اومدیم بیرون و الان باید ببینید رمز جیمیل و جیمیلی که داشتین و اول کار که با گست رفتین تو بازی که همونجور که صفحه گوگل پلی آورد بالا زدین روش و اون جیمیل رو زدین، باید الان همون جیمیل رو با اضافه رمز جیمیلش بزنین تو کال آف دیوتی که وسط نوشته کال آف دیوتی. بس نگاه کنید الان اون بالا جیمیل من هست که مال خودم میتونم مامانمه. این چیه؟ خب ببینید سمت راست پایین نکنید نوشته ساین اپ، اون ساین اپ رو میزنید بعد اینجا میاد ایمیل آدرستون رو میزنید، آدرس ایمیل، بعد پسورد هم میزنید، بعدش اینجا میزنید select country region یا همون ریجن. ببینید اگه مثلا میخواید ریجن آمریکا بزنید، ریجن هند بزنید که بهترین و ارزون ترین هم هنده واسه سی پی، ببینید باید بزنید و باید به یه دونه ریجن یعنی یه دونه فیلتر شکن خیلی قوی، مثلا فیلتر شکن هند، مثلا فیلتر شکنی که به سرور هند متصل میشه، سرور آمریکا فقط واسه الانش بعد روشن کنین و پسورد اینا رو بزنید با همون بعد برین اینجا هند رو دیگه پیدا کنید و بزنید. ولی اونایی که فیلتر شکن نرن مجبورن همون ایران رو بزنن و با ریجن ایران برن. بچه باید ما آیم نات روبات رو میزنید، بذار من یه جیمیل علکی میزنم مثلا میزنم من که دیگه سیف کردم میشه اونجا ایمیلتون همچین ایمیلی چیزه توی بازی هست سیف شده و نمیشه دوباره باش اکانت ساخت. خب ولی واسه شما همچین چیزی نمیاد چون میخواین تازه نگاه کن اکانتتون تازه میخواین سیف کنید، بعدش با همون باید بزنید و بعدش این دوتا تیک رو میزنید، سپس ساین اپ هم میزنید و دیگه اکانتتون سیف میشه. بعدش که دوباره اومدین بیرون اومدین اینجا دوباره همین کار رو میکنید، مثلا اینو میزنید بعد این آیم نات روبات رو میزنید بعد لوگین ناو رو میزنید. بعدش که لوگین ناو رو زدین دیگه میرین توی اکانتتون میاین اینجا بعد گست رو میزنید و دوباره برگردید تو اکانتتون. فقط به فرق این که دیگه اکانتتون به اکتیویژن سیو شده و امکان پریدن اکانت نیست و با چند تا موبایل میتونید بازی کنید. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، حتما لایک بکنید، کامنت بکنید، فالو هم بکنید چون ویدیوهای آموزشی دیگه‌ای هم براتون میذارم. بای بای.